حالا دیگه هوا حالا. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои бемориҳои дарунӣ ва берунии инсон даво бахшанд. Аз қабили фишорбаландӣ, гаймарит, бемориҳои меъда, рӯда, гурда, ҷигар, узвҳои ҳозима, дарди гулӯ, роҳи нафас ва ғайра. Инчунин агар шумо бемориҳои пӯст доред, ба монанди псориаз, сафедшавии пӯст, доғҳои сиёҳ, пас доруҳои софсавдо ба шумо кӯмак мерасонанд. ғайр аз ин, агар шумо мушкилоти урологию гинекологӣ дошта бошед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат намоед ва инчунин машварати тиббӣ бигиред. ҳамчунон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, ба қувват кардани мардонагӣ, доруҳоеро бо намуди капсула ва равғане ки ба садҳо дард даво дорад пешниҳод менамояд. барои фарбеҳ ё хароб шудан доруҳои БЦА, протеин ва генерҳои софсавдо айни муддаоянд. бурда расондан ба ҳама шаҳрҳои Русия дар муддати 3-5 соат. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. саҳифаи мо дар TikTok sofsavdo.tjk. агар аз номи нурангез филм муроҷиат намоед, ба шумо тахфиф карда мешавад. حالا دیگه بیادر اینقدر منتظر بودن نمیتونم. تمام الماری تا جمع کرده آوردی جانم. حالا هم را اینا خود افتادم. بنار چی میکنی؟ این از کی است؟ از خانم بتول است. بس چرا پایین آوردیشان؟ خانم به ما گفت که جمع کرده پایین بیارم. خودش کجاست؟ ده بالا، ده برنده. بتول لباسایت چرا جمع کردی؟ خیرت باشه. من میرم. کجا؟ با هتل؟ پشت شهرم دق شدیم. اگه در اینجا زندگی کدمی تانستم، بازم اون وقت که برام گفته بودی بیا می آمدم یوسف. یوسف، ما اینجا بسیار خسته شدیم. تو سر ما قهر است یا متونست؟ نه خیر، من آشتی هستم. سالهای پیش فقط توجه طرف ما بود. اما این دفعه توجه طرف من نیست، بلکه طرف کس دیگه ای است. از اینکه تو را از دست دادیم خفه هستم. آی من خواهی چیز نفهمیدم دخترم. تو بالای خود ظلم میکنی بتول. ای گپ رفتن دیگه از کجا شد دخترم؟ ناقد خسته میسازین خاله حمیده. ای کار شدنی نیست. طبعا دخترم، وقت به استانبول بری کار شدنی نیست. اگه اینجا باشم چیز را تغییر داده نمیتونم. گفته بودم که متوجه هوا باشین. او دختر خطرناکی است. اما اشتباه میکردم. چیزی که خطرناک است او آتش درونی یوسف است. حالا بسیار ناوقت شده. به نظر من تو اشتباه میکنی. انشالله که من اشتباه میکنم خاله حمیده. متوجه خود باشین خاله حمیده جان. امرای آقای الماس دیده نتانستم از طرف من خداحافظی کنین. درست است دخترم. تو هم متوجه خود باش. بسیار جگرخون شدم بتول. با امید دیدار.
خداحافظ یوسف. حال خوش شدی که رفت یوسف؟ مثل که او را با لگد بیرون کنیم. اما مادر من خبرش نگفتم که بره. فقط امی مانده بود. بالاخره به مرادت رسیدی. مادر جان، من مراده نداشتم. تو می خواستی اما نشد. همه تو نیست؟ حالا دیگه تشویش نکو. یک روز مرادایت پورا خواهد شد مادر. درست است؟ یوسف جان، بیبی اگه یک روزی یک خانم بی فرهنگ و بی کلتور، کسی که زیب خانواده ما را نداشته باشه، باز من هر روز خطابش نمی کنم. بچی من خوابیده. سلام توپراک، چطور هستی؟ تشکر، خوب هستم. مهمانتان رفت؟ با کدام چیزی ضرورت داری که بیارم؟ نه خیر، زنده باشین. خداحافظ. خداحافظ. شرکت میریم آقا یوسف؟ فقط حرکت کن مراد. درست است. سلطانه، دوای ما بیار، سرم از درد میکفه. دخترم برات گفتم که رفت. گفتم به همیشه از اینجا رفت. قسم بخورم که باور کنی. اما چرا یک دقیقه یوسف خواست یا که خودش خواست بره؟ با آن دیگه هوا رفت. گفتم رفت دیگه. از دختر نجات پیدا کردیم. حالا ما کار دارم، پس آن زنگ میزنم. درست است؟ هر دلیلی که داشته باشه. سر خانم همی در خود درد گرفته. درست است خاله جان، میبوسمتان. هوا دخترم، در اتاقت خود زندانی نساز. یک دفعه آشپزخانه بیا. درست است، میایم. داماد، ای که مرا اینجا خواستی معلومه که تصمیمت گرفتی. با خدا دیشب خوابم نبرد پدر. تا صبح فقط شرط میزدم که به مادرم چی بگویم. اما اگه خانمم نباشه
باز ملک جایداد چی به درد میخوره؟ خوب است. پس به شهرداری بریم و زمینه به نام مکو. تو خود گفتی که به نام تو برا کنم. با خودم هم تمام شب چرت زدم داماد. فکر کردم اگه بخوای دوباره دخترم طلاق بدی باز نیمه جایداد از من خواد بودم و تو نیز داماد. من فقط دوباره دخترم فکر میکنم دیگه مربوطی تو میشه. درست است بریم. دختر گفتم که رفت دیگه، هر دقیقه زنگ میزنه. بچیم امین جان چطور هستی؟ چند روز میشه که با یک دیوانه تبدیل شدیم بچیم. مادر جان من باید همراه منور گپ بزنم، به او بعض گفتنیا دارم. بچیم بیبی اونا به رستوران رفتن، از پشتان رفتی و منتظر ماندی و دختر بسیار ترساندی. به خاطر اونا گپ زدن نتونست. بچیم لطفاً او دختر کاملا تحت امر ماست، هرچی میگم امور انجام میده. تو بسیار عجله داری بچیم، او با خاطر که وکیل از خود دور بسازه چی کارایی که نمیکنه. یک اشتباهی تو میتونه کل چیز خراب کنه بچیم. شما راست میگین؟ البته که راست میگم. تو متوجه خود باش، درست است؟ بعدن زنگ میزنم. سلطان خواهر چیگه پس پنار دخترم، چیگه پس؟ بله منور، همراه مادرم گپ زدم، از کارایت برام گفت. تو در مورد چی گپ میزنی امین؟ منور همین که تو کوشش میکنی که وکیل از خود دور بسازی، او را دل سرد بسازی، فقط هم میره گفت دیگه. او تو کدام گپ نیست امین؟ مادرت برات دروغ گفته. وقت برم زنگ زدی فکر کردم کمانت یاد به دستت رسیده. تمام نامه و چیزایی که پیشم بود برات پس روان کردم، و به خاطر که دیگه ضرور نیست اونا پیش ما باشن. اگر دیگه در مقابلم نیایی بسیار خوش میشم. بچه‌م چرا قطال میتی؟ زود بگو که چی گپ است. از بچه کاکم خبر آمد، پرنده دانشان باز کردن. خدا هزار بار شکرت، هزار بار شکرت. بچه‌م پیش از اینکه دیوانه‌شون بگو کیها هستن؟ اشخاصی که راپور دادن اینا هستن. تو مطمئن هستی عادل؟ با هم باور کردن نتونستم به خدا. خودم شخصا رفته همراهشون گپ میزنم، اما همین اشتباه را تصدیق کردن. تو چی میگی؟ یعنی کس پشت سر به من خنجر زدن؟ با تو چون سجده می کنم، شرر به هستی می زنم، اما نزد است این یار. آلی آوازخانی را بانا، برو ببین در دروازه کی است. حتما پدرت باز کلیا را فراموش کرده. البته که فراموش میکنه. در اینجا نوکراش هستن نی؟ میفهمه که اونا باز میکنن برش. یوسف خان؟ نگه خواهرم توپراک چیزی شده؟ نه خیر، او کاملا خوب است. کدام اتفاقی افتیده؟ من میشنوم بگوین. هوا اگر دوباره خانه بیایی خوب میشه. یعنی شما امیر میخواین یوسف خان؟ لباسایت جمع کن، مراد را تا خانه میرسانم.
یوسف خان ایده کی خواسته که من پس اونجا برم؟ شما میخواستین جاکت ببافین؟ با کی میبافین؟ اگر شخص سفید چهره باشه این رنگ برش میزیبه. نه خیر سفید نیست. فکر میکنم این رنگ برش خوب نمیگه. ای چطور است؟ فکر میکنم شوهرتان بسیار مشکل پسند است. چقدر رنگا سمایه که شما انتخاب نکردین؟ نه با شوهرم نمیبافم. با کسی دیگه میبافم بیادر. اما اون شخص برام بسیار ارزش داره. یوسف خان من میخوایم بفهمم که کی میخواه ما به او خانه برگردم. ما میخوایم. با خاطر که توپراک به تو ضرورت داره. میفهمی که او در وضعیت دشواری قرار داره. ای که تو پیشش باشی احساس خوب خواهد کرد. ای که در مورد خواهرم فکر میکنین بسیار تشکر. اگه من در کنار رو باشم یا نباشم من همیشه همراهش هستم. بر وقت بخواه به خاطر کمک کردن به او حاضر هستم. اما شما باید یک گپ بفهمین یوسف خان. من دوباره به او خانه بر نمیگردم. روزتان بخیر آقا. با موتر سوار شو. منتظر کی هستی مراد؟ منتظر خانم هوا هستم یوسف خان. گفتم با موتر سوار شو. بازار رفته بودی دخترم؟ دوران خوابیده. ایره به یوسف خان خریدی؟ اینقدر رنگای مقبول داشت اما هیچ کدامشان انتخاب کردن نتونستم. بسیار با مشکل یک چند رنگ انتخاب کردم خاله جان. خوب است. اما ذوق یوسف خان از ما پرسان کن. او را از مادرش کده خوبتر ما میشناسم دخترم. ببینین این بسیار خوشم آمد اما فکر کنم رنگش زیاد تیره است. یا مقدر بد نیست دخترم. دیروز امرای یوسف گپ میزدی. او چی گفت؟ نه که کدام مشکل داشت تو؟ از دیشب تا با حال هیچ وقت پیدا نکردم که پرسان کنم. از من پرسید که میخوای خواهر دوباره به این خانه بیایه؟ تو باز برش چی گفتی؟ ما گفتم که نمیخوایم نظم خانیتون از بین بره. بیازو ما حال دیگه به خود رسیدگی کده میتونم. باز مادرم به هوا از ما کده بیشتر ضرورت داره. آفرین به تو دخترم. ما یک گپ برات میگم. بگی با بافتن این رنگ شروع کو به خاطر که یوسف خان این رنگ خوش داره. شما راست میگین. البته دخترم. او رنگ ساده را دوزاره از رنگای شوخ هیچ خوشش نمیاد دخترم. خوب دیگه با کار شروع کو دختر. زنده باشین خاله جان.
دختر از قدیم گفتن دل به دل را داره جانم. مام همیاله میخواستم به تو زنگ بزنم. چشمایت روشن. یوسف خوب به دامت افتیده. از توپراک پرسیده که میخوای خواهرت پس بیایه؟ میفهمم خاله جان، میفهمم. تو از کجا میفهمی؟ یوسف خان پیشتر اینجا آمده بود. تو چی میگی دختر؟ اوه، شهزاده خانجی غلوب پشت دروازه تو آمده بود؟ بله، اینجا آمده بود خاله جان. خوب، چرا واضح تر نمیگی که او را دامت انداختی دختر؟ ایره بگو چی وقت میایی؟ بعد از اینکه کار خلاص شد به دادگاه میریم. اما تو نیست پدر. توپراک هم اونجا آمده باشه. چقدر خوب میشه. اما تو نیست پدر. اول کارهایی را که گفتم انجام بده، باز من همراه توپراک گپ میزنم. یعنی چی؟ پدر شما هنوز همراه توپراک گپ نزدین؟ او خبر نداره که من زمین بنامش میکنم؟ گفتم که گپ میزنم. اول توی کار انجام بده، باز او کار آسان است. اگه قدر آسان است بس اول همراه او گپ بزن. او قبول کنه بازی زمینم آسان است. داماد شت. چرا برام زنگ زدی امین؟ کدام گپ برای گفتن مونده؟ ما در پیش خانهتان هستم منور. امین تو دیوانه شدی؟ اگه مادرم تو رو ببینه باز هر دیوار از پایین میبره. زود از اینجا برو. من هیچ جای نمیرم تا وقت از اینجا نمیرم که تو آمده به چشمایم ببینی و بگویی که من تو را دوست ندارم. فهمیده شد؟ به نظرم این حقم است که از تو سوال کنم منور. انشالله خیرت باشه خانم حمیده. کدام اتفاقی افتیده؟ از برای خدا یلماز خان، یعنی تا وقتی که اتفاق نفته و برد زنگ زدن نمیتونم. نه جانم، منظوری می نبود. فقط نیم ساعت میشه که از خانه برآمدیم. با تشویش شدم که چرا قدر زود زنگ زدی. خب حالا دیگه من مزاحمت نمیشم. با کارایت برس. تو باز من غلط درک کردی. این نازای عروس مانند ته چیلا نمیتی. بعد از این دیگه ناز کردن ممنوس. خدا کنه سالهای سال تو سر ما ناز کنی عزیزم. انشالله یلماز خان. خب بگو چی میخواستی بگویی؟ تمام تابستان تیر شدم. ما از گیر ای جنجالا پای خدا بیرون مانده نتونستیم. حال خزانم به می شکل. در سابق چقدر خوب بود. وقت با هم بیرون میرفتیم یگان چیزی میخوردیم. فکر کنم حالا دیگه مرا مثل سابق دوست نداری ها؟ میگم اگه بیکار هستی با هم بیرون بریم. فقط کافیست که تو امر کنی جانم. همیال محترم پشت روان میکنم. زنده باشی. منور جان؟ بله مادر جان. من همراه پدرت بیرون میرم. از بازار اگه چیز میخوایی برات بیارم. نه خیر، تشکر مادر جان، زنده باشین. راستش ما میخواستم بیرون برم. سلما دکان میرفت یک دفعه اینجا آمد. زیاد وقت میشد که مام ندیده بودمش. پس چرا بالا نامد که مام میدیدمش؟ مام امیره برش گفتم اما خدمتکارش مریض شده بود، زیاد کار داشت، از این خاطر بالا آمدن نتونست. گفت یکان وقت دیگه میایم. درسته. سلام مرام برش بگو. کلچایی را که روان کرده بود بسیار مزه‌دار بود. ازش تشکری کنی دخترم ها؟ درست است مادر جان، حتما.
پدر نفرای یوسف خان امرای مزد دارن مرا داخل نمیمانن. تو داخل رفته توپراک اینجا بیار. یاسین بایسی کار یاسین بوده بیادر. میفهمی عادل؟ وقتی او به دکانم آمده بود بسیار خرد بود. پدرم او را بزرگ کرد. بازکاری روانش کرد. یک جای به هم به تفریح می رفتیم. بین ما او هیچ فرق نمیکرد. او چه تو همراه ما ای کار کرده میتونه. شاید کاری او نباشه بیادر. این گپ دیگه از کجا شد؟ تو نمی گفتی که شاید ای کار او کرده باشه؟ گفتم که او ای کار کرده، اما شاید کار کسی دیگه باشه و سری انداخته. خودت نگفتی که به خاطر پول مردم چی کارایی که نمیکنه؟ گوش کو چی میگم. این مشکل فقط یک راه حل داشته میتونه. وامی است که یاسین تو اینجا بیاد. درست است، اما چطور گپ مرا قبول کرده اینجا بیایه؟ بچهش اگه او مرا میشناسه باز ما فشتو را میشناسم. فهمیدی؟ ما خوب میفهمم که چطور را باید اینجا بیارم. به خاطر که هیچ آفتاب نخورده جلدش همه قسم زرد است. هم برای استخوانش خوب خواد بود و همی که با هم کمی گپ خواد زدیم. حالا دیگه دختره. پدر جان ما میال از بیرون آمدیم، لطفا اصرار نکنین. اما گفتن ایمه بسیار زیاد است. این قسم در اینجا گفتن همیشه حالا. شما که میگین پس درست است میرم. کدام مشکل خونه است بیادر؟ پدرش بهشش از شما تشویش نکنه. خداحافظ محسن بیادر. ما با نیم ساعت بیرون رفته پس میایم. سر من قل غذا مانده متوجهش باش. درست است؟ درست است خواهر. تو آمدی؟ به خاطر آمدم که برات بگویم از اینجا برو. همین دختر مادرم هم میشناسی. اگه بفهمه که تو اینجا هستی باز ما را آرام نخواد ماند. ما چیزی ندارم که از دست بتم منور. بیا که کم قدم بزنیم. درست است. طفلک بسیار کلان شده ماشاءالله. بیبی دوائل گپ ما رد میکردی، اما حالا میفهمم که خودت هم از این وضعیت بسیار راضی هستی. من از اول میفهمیدم که ای بچه به تو تسلی دادم میتونه. اگر نه تو را چرا به زور اینجا می آوردم؟ من وقتم خوبی تو را میخواستم، حالی هم خوبی تا میخوایم. پدر گپ مهمتانه بگوین. کدام گپ مهمی نیست دخترم. یعنی خواستم که با هم کمی درد دل کنیم. درست موضوع صادق است. قسم لبروی تا کشال نگی. ما هم به اندازه تو قهر هستم دختره و اتفاق برای ما هم سخت تمام شد. اونم از کارهایی که کدن خوش نیستن، از کارهایی که در حق تو کدن پشیمان هستن. بیچاره ها راه خود کاملا گم کدن. ببین دخترم با این کارها زندگیت خراب نساز. من به خوبی تو فکر میکنم. یک شانس دیگه هم برش بده. پدر نمیخوایم در مورد گپ بزنم، اما اگه میخوای قسم اصرار کنی باز ما دوباره خانه میرم. توپراک پدر هیچ باورم نمیشه. تو با می خاطر پیشم آمده بودی؟ دخترم اوقا دیو نیست، شوهرت است. تاقان یوسف خان 40 دفعه آمده اما اجازه ندادن که ببینید. لطفاً به گپایم گوش کن توپراک. اگر قسم روی گشانده بری باز ما چطور درد دل ما گفته من میتونم؟ نمیخوام که باز به گپای دروغت گوش کنم صادق. حالا دیگه مرا راحت بانی. دخترم شوهرت آمده ازت معذرت میخواه، باز وقت توی رقم میکنی؟ پدرت راست میگه، ما آمدیم که ازت معذرت بخوایم. ما نمیخوایم که از من معذرت بخواه پدر. ببی دخترم به شوهرت اعتماد نداری، به ما اعتماد نداری. ببی پشیمان شده دیگه. ما همراهش گپ زدیم دیگه، او کارا رو انجام نمیده. ما همراهش گپ زدم خوب فهماندمش. بعد از این دیگه هیچ وقت تو را جگرخون نمیسازه، همیشه خوش نگاهت میکنه. تو فقط قبول کو. ببی حتی زمین خودم به نام تو میکنه. بگی
زندگی هر لحظه با کامت باشه. زنده باشین خاله جان. خیرت باشه خاله. امروز صبح کلگی به نوبت اینجا میاین کدام گپ خو نیست. قسم وانمود نگو که از این چیز خبر نداری. دختر تو عقلت از دست دادی. باز مثل جنده چشم آدم داخل میشی. چی بفهمم خاله؟ شاید یوسف خان عاشقم شده باشه. اما اقدرم آسان نیست. یوسف خان در تمام عمرش به اولین دفعه پشت دروازه یک دختر آمده. باز تو هم مثل احمقا و ناامید از اینجا روان کردی. بسیار یک کار احمقانه انجام دادی دخترم. آفرین به تو. من میخوایم که واقعا عاشقم شوه خاله جان. میخوایم وقتی کنارش نباشم باز به مشکل نفس بکشه. اگه از پشتش برم باز ارزشم کم میشه. چرا نمیفهمین؟ خودتان همیشه نگفتین که هر دختر دویده برش حاضر میشه. من باید در قلب او جای بگیرم. باید این کار کنم. کوشش میکنم به دست بیارمش. باید ازش دور باشم تا قدر ما بفهمه. تو میخوایی که او را از پشت خود دوانده شفته خود بسازیش؟ بله خاله جان، کاملا درست فهمیدین. تو لودستی دختر، تو لودستی. تو چرا هیچ گپ نمیفهمی؟ از این فرصت ممکن استفاده کن. اگه با این حرکات تو بخوای از تو منصرف شو باز چی؟ دی مورد فکر کردی؟ چرا هیچ وقت نمیخوای با آخره قضیه فکر کنی و عاقبت شب سنج خانم هوا؟ بسیار بیعقل استی. چیزی که مسئلت دارم پول و جایداد نی بلکه آرامش است. مشاوره میخواستم که بالایش اعتماد کامل داشته باشم. توپراک با من دست نزن. درست است. هر قسمه که تو خواسته باشی، اما لطفا جانم گپای مرا گوش کو. صادق بچم کمی آرام باش. توپراک دخترم بیبی شوهر تو است. بعضی اوقات نوازشت میکنه و بعضی اوقات هم عصبانی میشه. پدرت راست میگه توپراک. الا دیگه بریم پیش وکیل، بریم مریضیت پس بگی ما را از این غم خلاص کو. موتر استاد کو. من تصمیم خود گرفتم. عریضی به پس نمیگیرم. چی گپ است اینجا؟ ها؟ توپراک تو خوب هستی؟ ما با تو نگفته بودم تا آدم نشی حق نداری پیش توپراک بیایی ها؟ تو را میگم. کدام گپ نیست یوسف خان؟ دامادم خواسته که همراه دخترم گپ بزنه. باز من به حیث پدری اجازه را برشان دادم. حالا که همراه تو ران آمدی مراد منتظرتان می باشه. باز یک جای به خانه برگردین. مراد توپراکشانه باز به خانه برسان. از اینم چشمت دور نکو. اگه اتفاق افتید باز به ما زنگ بزن. درست است یوسف خان. به محسن زنگ میزنم که پشت شما بیاید. نه خیر و قدر ران آمده. قدم زده میرم. آی بیازو از این همه رفت آمد خسته شدم سلطانه. نمیفهمم که این مریضی چی وقت پشت مرا ایلا خواد کرد. مادر ما همراهتان بیایم؟ نه دخترم لازم نیست، خودم میرم. بوی شفاخانه انسان جورم مریض میسازه دخترم. خداوند مرا به هیچ کس محتاج نسازه، به هیچ کس. آنه او هم آمد. خب دیگه خدافظ. متوجه خودتان باشین. بخیر بری خواهر، بازم شفا باشه. سلطانه اینجا بیا. هوش کرده باشی به همین چیزی نگویی. او در وضعیت بدی قرار داره. من هر کاری از دستم بیایه انجام میتم، تو غرضش نگی ها؟ درسته چیزی نمیگم خواهر. ما حالا بر زنگ میزنم و ازش میپرسم که دی صبح وقت کجا رفته بودی. دخترم سر منقل دیگه ماندم. یادت نره که منقل خاموش کنی. تشویش نکنین مادر جان. ما هم دیگه حالا میرم. حالا که بدون پرسان کردن و نظر خواستنی کار انجام دادی، خوب دیگه خوب حواست جمع کنی و متوجه خود باش. انشالله تیری را که به هوا رها کردی پس آمده به خودت برخورد نکنه. منتظر میمانیم و میبینیم خاله جان. کسی که به گپای بزرگا گوش نکنه بروی میخوره. ای گپای هیچ وقت فراموش نکن.
چطور استی؟ حالا دیگه با چشمایم سل کرده برام بگو که دوستت ندارم، بگو که از تو متنفر هستم. چرا خاموش هستی منور؟ چرا؟ ما به خاطر محبت خود مبارزه میکردیم. تو 4 سال منتظر من موندی، اینقدر درد کشیدیم و صبر کردیم. حالی همه انتظار به پایان رسیده، تو میخوای از من دور شوی؟ بله همانطور است. تو میخوای از من روی دور بتی منور. امین تو عشق من بودی، زندگیم بودی، اما ببین نشد. شاید تقدیرمی بوده، شاید محبت ما تا اینجا بوده. بعض اوقات هر قدر که خواسته باشیم با زمان تقدیر شدن نمیتونیم، یعنی تقدیر هرچی بخواه اما کار میشه. پس چرا اینجا آمدی؟ به خاطر کمرایت خداحافظی کنم آمدم. به خاطر که مثل 2 دوست با هم ودا کنیم آمدیم. به خاطر آمدیم که بگویم هر کس باید برای خود بره و برای خود زندگی بسازه. یعنی که تو واقعا مرا نمیخوایی؟ یعنی برای همیشه میخوایی مرا فراموش کنی؟ فکر میکنی که کار برام آسان است؟ مشکل ترین لحظات زندگی من سپری میکنم امین. اما باید این کار کنم. تو هم باید از من دور باشی، به خاطر که دیگه چیزی در بین موجود نداره. ما با یک راه میرم و تو برای دیگه راه های اردیم و کاملا جداست. میخوای بگوی همه چیز تمام شد؟ فقط تو همینجا بود؟ آرزو میکنم که در زندگیت موفق باشی. ما دیگه گپ برای گفتن ندارم صادق. بعد از این موضوع در دادگاه خود دیدیم. توپراک شما تو راه نگرفته در موتر سوار شوین خانم. تو خود میگفتی و گپای تا رد نمیکنه پدر. حالا بگوین چی کنیم؟ منور؟ دخترم چی شده؟ چیزی نشده خاله. منور چی شده؟ نه که در مورد امین است. بله. دیگه کوشش نکنین از طرف ما برای امین کدام دروغ بگوین. واضح تر بگو چی شده؟ حالا دیگه امین بچیم جواب بده مبارده. حالا دیگه
از خانه به بسیار مشکل بیرون فرق شدم. نمیکنه. میفهمی چی است؟ بسیار پشت دق شدیم. ماما تا این رخصتی هم هیچ خلاص نمیشد منور جان. روزا مثل سالها تیر میشد. نامایت بار بار بوشل میخوندم. کردی؟ بله. منور گوش کو، فقط 1 سال مانده، 1 سال. بعد از او تو از من میشی و ما از تو، ما را از همه هیچ کس جدا ساخته نمیتونن. این چی است؟ این چی زمین؟ میخوایی نام تو رام در قلبم، در مغزم و یا در هر جایی که تو بخوایی نوشته کنم؟ بله. اینه بر من بگی. جواب بده بچم، لطفا جواب بده. این مشکل حتما یک راه حل داره. خاله ما میخوایم میره ببافم اما اگه شما کمک نکنین به تنهایی نمیتونم. دختری من بعد چی میخورم؟ البته که کمکت میکنم. هر جایشه که نتانستی ازم پرسان که باز من برات میتم، درست است؟ راستش میخواستم که زود بافتن جاکت شروع کنم اما قد اندام و یوسف خانه نداشتم. این قسم بدون اندازه بافتن هیچ خوشم نمیایه. شما یک کار کنین، یک جاکت کنی یوسف خانه برم بیارین، من از روی زو اندازه گیری میکنم و میبافم. یک جاکت مغازه‌ای با یک جاکت بافته شده بسیار فرق میکنه دختریم. در ضمن یوسف خان چند سال میشه ورزش میکنه، جاکت سابقش بسیار کنه شده. پس ما باید چی کنیم؟ خودت برو قد اندامش بگی. این کار بد نیست خاله. او بیچاره خودش 1000 کار داره، ما رفتن ناق وقتش میگیرم. نه چرا بد باشه دختریم، حالا که کار انجام میدی باید درست انجام بدی. اما ما میشرمم که برش بگویم خاله. درست است. شام که یوسف خان خانه آمد باز رفته اندازش بیگی و یک جاکت بسیار مقبول برش بباف. شما که میگین پس درست است. آفرین دختر گلم. همیشه همقسم به گپای بزرگا گوش کن، نه که مثل یگان شخص دیگه سر دل خود کار کنی و هیچ وقت از بزرگا مشوره و راهنمایی نگیری. درست است. مام دیگه به اتاق میرم، بافتنی رم شام شروع میکنم. شما به کارتان برسین. زندگی به کامت باشه. جوانا امروز کمی خونگرم هستن آقای انگه، نمیفهم به خاطر یک گپای خورد چرا خود بدبخت میسازن. تصمیم خودشان است آقا رمزی، حتما دلایل قناعت بخش دارن. اگه خواهی قسم مشکلات پیش میاد نباید کار به دادگاه کشید. دزم داماد ما اشتباه خود قبول کرده اما تو نیست صادق. توبراکام راضی شده، ما میخواییم که شکایت خود پس بگیریم آقای انگن. معذرت میخوایم آقا رمزی، شکایت شما پس گرفتن نمیتونن. اما آقا بیگانه نیستم، پدرش هستم. متاسف هستم آقا، یگانه راهش همی است که توپراک اینجا به این قانون است. یعنی هیچ کدام راه دیگه وجود نداره؟ یعنی ما در بین خود تفاهم کنیم، نظرتون چی است؟ بله؟ خانم توپراک، من اینگین وکیل هستم. شوهرتان از شما معذرت خواستن، همونطور است؟ شما میخواین که شکایتتان پس بگیرین؟ نه خیر، هرگز کار نمیکنم. ببینید خانم توپراک، نمیخوایم در مسائل خانوادگیتون مداخله کنم، اما پدرت از شوهرت حمایت میکنه، در دعوا دادستانی رو مد نظر میگیره. میفهمم که شما بعض حوادث ناگوار رو سپری کردین. درست میگین. به نظر من شاید که دادستان به شما یک شانس دیگه بده، نشه که بعد دادگاه اومده رشخند شوید. من براتون مهلت میدم که شما کوشش کنین این مشکل در بین خود حل بسازین. زنده باشین آقای انگین، اما من از شما وقت نمیخوایم. بازم شما در مورد گپای من خوب فکر کنین. اگر نظرتون تغییر نکرد باز ما دعوا ادامه میدم. آقای انگین، من در تصمیم خود کاملا جدی هستم. ما میخوایم که طلاق بگیریم. ببخشید، میمون خانه ما اومدن، باید قطع کنم. روزتون خوش. کدام خبری از سامر صاحب؟ زنگ زده بودین اما من مصروف بودم. متاسف هستم یوسف خان، تحقیقات جریان داره، ما کوشش خودم میکنیم اما هنوز چیزی پیدا نکردیم.
میشه هوا را بازم پیشتان بیارم؟ بعض معلومات را که داره براتان بگویم. براتان خوب میشه. وقتی خانم هوا به شناسایی و اشخاص آمده بودن ازشان پرسان کردیم گفتن که بیشتر از این چیزی نمیفهمم. شما تشویش نکنین. کاری که لازم باشه من انجام میدم. اگه لازم شد که خانم هوا را بخوایم باز ما برتان اول میتونم یوسف خان. درست است، پس ما منتظر زنگتان میباشم. خداحافظ. خداحافظ. یوسف خان هنوزم پشت قضیه را اعلان نکرده. با اونا قول دادیم اما هنوز هیچ چیزی پیدا کردن نتونستیم. علی یک شاهد عینی داشتیم. اظهارات او را گرفتین یا نه؟ به خاطر گرفتن اظهاراتش اینجا خواستیم اما تا هنوز نامده مرسی. پس خودت پیشش برو. پرسان کو که چی را دیده چی را ندیده. در مورد قضیه خوب تحقیق کن. اطاعت میشم مرسی. بعد از اینکه خاک زمین کاملا هوا بخوره کارگرها به کشت شروع میکنن. خوب پیش میریم. اگه قسم پیش بریم اولین محصول پیش از وقت به دست میاریم. آها، گروه به سرعت کار میکنه. راستی گفتین گروه. امروز خانم بتولش معلوم نمیشن. امروز به شرکت نمیایم. در استانبول برش یک کار ضروری پیدا شد. یک مدت کارها را از اونجا اداره میکنه. ببخشین من میخواستم یوسف خانه ببینم. قرار ملاقات دارین؟ نه، هیچ ده فکرم نبود. مهم است اما اگه مصروف هستن مزاحم نمیشم. حالی که تا اینجا آمدین باشین که از یوسف خان بپرسم. ببخشین یوسف خان، خانم توبراک آمدن. قرار ملاقات ندارن. اونا را میبینین یا نه؟ مشکل نیست، داخل روانش کنین. میشه پسانتر ادامه بتیم؟ البته کار مام خلاص شده. خسته نباشه. زنده باشی. خیرت باشه توبراک، اتفاق خنف دیده. نه، میبخشین که بی خبر آمدم. نفهمیدم کمروی که گپ بزنم. اگه مهم نمی بود تو اینجا نمی آمدی. بگو چی شده؟ شما برام گفته بودین هر مشکلی که داشتی بیا برام بگو. واقعا اگه میفهمیدم چی کنم هیچ وقت اینجا مزاحمتان نمیشدم. بفرما بشی گپ میزنیم. در مورد صادق است. باز کدام کار کرده؟ نه، آمده بود کمرایم گپ بزنه. خواهرم به ما یک وکیل معرفی کرد. مام شکایت خدا نشته کردم ایره خو میفهمینی؟ آها. بعد ما صادق بعد از گپ زدن امروی ما رفتن امروی وکیلم گپ زدن. وکیل به ما زنگ زد و گفت که اگه خواسته باشین در این مورد تجدید نظر کنین. ما تا تصمیم خود پابند هستم اما دیگه به او وکیل اعتماد کرده نمیتونم و دیگه وکیلم نمیشناسم. اگه به پدرم بگویم او خو نمیخواد که من صادق جدا شم در این بارم کمکم نخواد کرد. دعوام روز جمعه است. اگه وضعیت قدر دشوار نمی بود مزاحمتان نمیشدم. توبراک، هیچ کس تو رو وادار به این کار ساخته نمیتونه. یک راه پیدا میکنیم. ما ببینم که چی کده میتونم. شام وقت خانه آمدم مفصل گپ میزنیم. درست است؟ درست است. مام دیگه بیشتر از این مزاحمتان نمیشم. خواهش میکنم. ما را از خود فکر کده مشکلت برم گفتی. تو تشویش نکو. ما یک راه پیدا میکنم. حالا که با محل کار ما آمدی برات یکان چیز سفارش میتم. زنده باشین. دوران خوابیده. پیش از بیدار شدنش باید خانه برم. درست است، برو. اینجا چقدر تغییر کرده، چقدر بزرگ شده. هر روز یک رستوران نو باز میشه. بسیار بیروبار هم هست. خارجی ها به خاطر تفریح و سیاحت اینجا آمده. استانبول مرکز فرنگ سال 2010 شد. از اون وقت تا به حال استانبول از توریستا خالی نبوده. خب بیاین از مملکت ما دیدن کنن. خانم، خدا کنه که تو مرا به خاطر تحلیل و بررسی مسائل اقتصادی کشور اینجا نخواسته باشی. حالا دیگه سر موضوع اصلی بیاییم. یلماس خان، همه را چقدر خوب میشناسی. بله دیگه 40 سال با هم زندگی کردیم. خب شروع که دیگه میشنوم. راستش در مورد یوسف بسیار تشویش دارم. دختر ما عروسی میکنه اما او هنوز مجرد است. به نظر تو وقت عروسی یوسف نرسیده؟ او در جستجوی عشق واقعی است خانم. من مطمئن هستم که یک روز او را پیدا خواهد کرد. وقتی که پیدا کرد باز وقت عروسی میکنه. اگه انتخابش غلط باشه باز چی یلماس خان؟
گفتی غلط امکان نداره خانم. یولماس خان، بچه ما مقبول است. جرأتش مثل شیر است. ثروت و دارایی هم داره. در دور بر ما دخترای بیادب و بی‌تربیت زیاد است. فکر کنم روزایی را که با گلسوم سپری کردیم فراموش کردی. خودش رفت، امانتش باقی ماند. یوسف دیگه نباید اشتباه را تکرار کنه. یولماس خان، بیبی بتولم امروز صبح رفت. چرا رفت؟ نمیفهمم. حتما بچه روانش کرده دیگه. نه شما اشتباه میکنین خانم حمیده. یوسف قسم یک کار نمیکنه. این کار نمیکرد، اما حالا خو کده. بیبی یولماس خان، امینجا جای نشانی باشه. در قلب ای بچه باز کدام آتش روشن شده. اگه آتش روشن شده باشه پس خوب است، مشکل نیست دیگه. خوب خواه است، اما ای که کاملا خوب است یا نه، ای را دیده تصمیم میگیریم. گپم یادت باشه. نمیشه که تو یک دفعه امروز سعیده ای باره گپ بزنی ها؟ اگه ای کار تو را آرام میسازه باسی تشویش نکات، من امروز گپ میزنم خانم. بله بیادر؟ با ما بیادر نگو. بسیار سرت خار هستم بچه. خیرت باشه بیادر. ما کدام اشتباهی کردیم؟ قسم رویه نکو که نمیفهمی. بچه مادم وقت میره یک خداحافظی خود میکنه. شب که دیدیم در خانه بودی، صبح که خستم دیدم نیستی. بله بیادر، معذرت میخوایم. راستش کم ناگهانی شد، خبر داده نتونستم. بچم چرا یخ زود رفتی؟ چقدر وقت اونجا میباشی؟ چی وقت میایی؟ معلوم نیست بیادر. این وظیفه به هر کس پیدا نمیشه. بله بیادر، راست میگین. کار خوب نکردم، اما با ما از چند جای زنگ زدن و خواستن که امرایشان ببینم. خب دیگه هر چی که خیر ما باشه، خداوند خودش میفهمه. فکر نکنی اجازه میتم زیاد در استانبول باشی. باید زودتر بیایی. ما به تو در شرکت وظیفه میتم. تو برادر ما هستی بچه. ما به تو همیشه ضرورت دارم. زنده باشی بیادر. اگه به چیزی ضرورت داشتی زنگ بزن. درست است؟ درست است بیادر. راستی امین، از تو یک چیزا میپرسم. او دختر خاله تو هوا را میگم. شماره او را لازم دارم. از اینجا رفته، اما شاید به خاطر توپراک ضرورت شود. از او خاطر گفتم. درست است بیادر، براتون میگم نوشته کنین. جونیت، باور کن که هیچ حوصله تا ندارم. اوف جونیت، چرا پشت میلا نمی کنی؟ خستیم ساختی، خستیم. چی میگی؟ هوا؟ یوسف خان؟ شماستین آقا؟ فکر کنم نشناختی. شما ناشناس بود، جواب ندادم. باز شما وقت این قسم زنگ زده رفتین. خیر است، مشکل نیست. چطور هستی؟ خوب هستم. من میخواستم بپرسم پدرت خانه است؟ همراه پدرم چی کار دارین؟ درباره یک موضوع گپ میزدم. اگه در خانه است که بیایم. خدایا، متاسفانه پدرم در خانه نیست، به خاطر خریداری بازار رفته. اما اگه کارتان مهم است میتونین در قهوه خانه پیداش کنین. درست است، من یکی رو روان کردم میبینم. روز بخیر. یوسف خان، صدای دروازه آمد. باشین ببینم. فکر کنم پدرم خانه آمد. یک دقیقه. پدر؟ شماستین؟ پدرم خانه آمد یوسف خان. هر وقت خواسته باشین آمده میتونین. درست است. چند دقیقه بعد میایم. الان دیگه جواب بده. بله دخترم میشنم. بله پدر. بگو دخترم میشنم. جستی؟ خانه میم، کدام چیزی میخواستی؟ حالی گپارا بان زود خانه بیا. زود باش یوسف خان، خانه ما میایه. درست است، زود میایم. پس درست است بیادر، خداحافظ.
روزتان بخیر. زنده باشین آمر صاحب، خوش آمدین. خوش باشین. میبخشین نجاتی کجاست؟ یگان وقتی جمعه نه؟ بله همینجا میآید. چند دقیقه پیش به جنگل رفت. خیریت باشه آمر صاحب. به احتمال زیاد تو شاید حمله بالای او دختر بوده. حمله که در نزدیکی خانه خانجوغلو صورت گرفته بود. بله یگان گپا میگفت ولی من از اصل موضوع خبر ندارم. چه وقت پس میایه؟ بفرمایید یک چای بنوشین تا او وقت میرسه. کجاست بچه؟ کم است که دیوانه شود. چیه پس مادر؟ منوره دیدم بسیار جگر خون بود. چه جریان داره همین؟ مادر بس است دیگه. ما از همه دروغای شما خسته شدیم. او دختر میگه که تمام چیز خلاص شده و شما میگین که منور میخواد وکیل از خود دور بسازه. تمام لوازم دوباره روان کرده. من هیچ نمیفهمم. بچه من فقط خوبی تو را میخوایم. خوبی را بانین مادر. اگه خوبی مرا میخواین دیگه بر من دروغ نگویید. همه چیز از بین رفت. او هم به خاطره که همیشه به گپای شما گوش میکردم. مادر شما هنوز نخوابیدین؟ نمیفهمم این مریضی لعنتی تا چی وقت ادامه خواهد داشت. تا که خوب نخوابم سر حال شده نمیتونم. تو کدام جایی میری دختره؟ نه فقط لباسای خودت تبدیل کردم. مادر او کیکی را که دیروز پخته کرده بودی در کجاست؟ بخی یادم رفته بود. به خاطر که قاق نشه در الماری ماندمش. ها ده یک روز خراب نمیشه دختره. درست است. قرار است یوسف خان به خاطر گپ زدن با پدرم اینجا بیایه. همون یوسف خان جوغلو را میگی؟ این امروز چای برش میبرم. توبه یعنی درباره چی میخوای گپ بزنه؟ وقتی آمد باز خاطر فهمیدیم. سلام علیکم. علیک سلام نجاتی. همه قدر جمع کردتان استم اینه بگیری. سلامت باشی نجاتی بچم. آمر صاحب تو را کار دارن. راجع به عمو دختر ازت میپرسن. راستی؟ خوش آمده آمر صاحب. خوش باشی. در مورد او قضیه چند سوال دارم. ما یک دفعه دستوری ما باشیم زود میایم آمر صاحب. مرغوار شیشته چارت میزنه بچه. تو چند دقیقه داخل برو به خاطر که یوسف خان زنگ زده بود اینجا میایه. تیر شامین دختر گفتی زود بیا بخی نفسم سوخت. بگو ببینم چی دسته گله به آب دادی که آدم اینجا کشاندی. یوسف رای خانه ما را بلد شده پدر. صبحم آمده بود ازم خواست که پس خانه برم. آفرین دخترم. پس خدا خوب در چشمش زدی. راستی تو چرا هنوز اینجا هستی؟ گفتم که نمیرم. دختر جان تو دیوانه شدی؟ خوب شد که نرفتم. ببین آره بارزشتر شدیم پدر. دوباره میایه. خود دیگه صاحب خانه باید دیره بفهمه که هر وقت خواست نمیرم و هر وقتم خواست نمیایم. آمر صاحب چایتانه بنوشین. نجاتی من بیرون میرم. درست است بیادر. بیا بشین نجاتی بیادر. با که تو شب چی دیدی؟ با خدا هیچ نمیفهمم از کجا شروع کنم. یک ماجرای بسیار عجیب بود. تو شاهد او سنه بودی. دختر که به او حالت رسان؟ با خدا آمر صاحب خودش خدا به او حالت رساند. بسیار خوش آمدن یوسف خان. خوش باشی هوا. استاد نباشین بفرمایین. بشینین. زنده باشی.
وقتی او حالت دیدم بسیار ترسیدم. بوجیره ماندم و پشت درخت پنهان شدم. او دختر خاکار دست روی خود میمالید. دلتان که باور میکنین یا نه آمر صاحب؟ هیچ کس پیشش نبود؟ گفتم که تنها بود آمر صاحب. هنوز ما براتان کم گفتم. در زمین خود انداخته و لوت میزد. بعدن دیدم که یک سنگ بزرگ به دست خود گرفت و به پیشانی خود زد. او هم بدون کدام ترس. تمامش همی بود آمر صاحب. اگر میخواست خود از بین ببره باز راه های دگام وجود داشت. نفهمیدم که چی میخواست. پس او دختر دروغ گفته؟ هیچ کدام عملی صورت نگرفته؟ ایره دیگه نمیفهمم. شاید بعد از رفتن ما کدام بلای سر او دختر آمده باشه. اما تا جایی که من دیدم تنها بود. بعد از اینکه او سنگ از سرش زد سر و رویش خون آلود شد. ما هم بوجیره گرفته زود از اونجا فرار کردم آمر صاحب. زنده باشی، میبخشی مزاحم شده. انشالله که مشکل حل شوه. اظهاراتم به دردتان میخوره. چی وقت به حوزه بیایم؟ باز ما برات خبر میتم. روز خوش. با شما آمر صاحب. نوش جانتان. زنده باشی. کیک میخورین یوسف خان؟ او یوسف خان خوش آمدین. صفحه آورده. ببخشین که منتظر ماندین. خانمم از شفاخانه آمده. چند دقیقه پیشوشیشتون. شفا باشه. اگر کدام موضوع خصوصی است ما برم. نه خیر هوا. تو هم میتونی باشی. وای علی جان چی گپاست؟ چطور هستی؟ خوب هستم برادر. تو چطور هستی؟ چطور باشم برادر؟ مصروف هستم دیگه. میفهمم که مصروف هستی، اما درباره یک موضوع باید گپ بزنیم. چه وقت بیکار میشی؟ ما شهر نو هستم. شب پس میایم. وقت آمدم برای زنگ میزنم. درست است برادر. بعداً میبینیم. درست است برادر. یک عکس بسیار مقبول آمده رئیس. قابلش نیست آقا محمد. ما جای صدر اعظم خواد گرفتم. از یک زیاد چاپ کنه. بریم. من نمیفهمم شما چی فکر میکنید، اما تصمیم توپراک جدی است. او امروز در باره همراهیم گپ زد. باز ما آمدم که با شما گپ بزنم. کاکا شما پدر او هستین، اختیارش دارین. اگر شما میگین که این مشکل خودتان حل میکنین باز ما دیگه دخالت نمیکنم. خواهش میکنم یوسف خان، شما فهمیده هستین، رسیده هستین. در این مسائل از ما کده با تجربه تر هستین. ما کدام گپی ندارم. شما لطف دارین. درست است که داماد به عقل ما یک اشتباه بزرگ مرتکب شده. خب جاهل است دیگه. ما به حیث پدر اینا تنها آرزویم خوشی دخترایم است. میخوایم که همسرایشان دخترایم واقعا دوست داشته باشه. اما شوهر توپراک اصلاح شدنی نیست. ایره خودتان میفهمید. او دختر از ما کمک خواسته، ما هم ناامیدش نمیسازم. البته نظر شما مهم است. اگه شما هم رضایت داشته باشین با خاطر توپراک هرچی از دستم بیایه انجام میتم. ما به خاطر گفتن همین آمده بودم. حالا دیگه با اجازهتان باید برم. تشریف می داشتین، یک چیزی میخوردین باز میرفتین یوسف خان. روزتان بخیر. روز شما بخیر. بفرمایین. با اجازهتان من پیش خانمو میرم. یوسف خان، از اینکه به خاطر خواهرم تا اینجا آمدین بسیار تشکر میکنم. با بودن شما ما دیگه تشویشش ندارم. کاش که در وضعیتش تو هم دو خانواده کنارش می بودی هوا. به هر صورت من همراهیتان میکنم. بازم تشکر یوسف خان. روزتان بخیر. روز بخیر. یوسف خان خوش آمدین. خوش باشین سلطانه خاله.
اوه چی پخته کردین؟ چی یک بویه داره؟ لوبیا پخته کردیم. قسم پخته کردیم که تو بسیار خوش داری. وای 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 حالی است. ما دست روی ما باشیم باز نان میخوریم. بچه ما به تو یک گپ میگفتم اما بگو این خاله. میفهمن که توپراک نیکی شما را هیچ وقت به جواب نمیمانه. هرچند که این نیکی شما هیچ وقت جبران نمیشه اما بازم خواهش میکنم. میخوای بر شما یک جاکت ببافه. میفهمم خبر دارم. امروز پیشم آمد و برم گفت که نمیخوای جاکت خورد و کلان بیایه. میخوای برابر جانت باشه اما قد اندامت نداره. توپراک دختر خوبی است. او را از خورترکیش بسیار دوست دارم. او خوب میفهمه که با زندگی چطور قدم به قدم پیش بره. همراهش مجادله کنه اما زندگی هست دیگه. هیچ روزی خوش ندید بیچاره. بعضی چیزا را تغییر دادن نمیتونیم. حتی طلاق یا ازدواج دوباره. راست میگن خاله. توپراک لیاقت بسیار خوشیاره داره. انشالله که همه چیز طبق میلش خواهد شد. خوب حالا قد اندام میره چطور خواهد گرفت؟ وقت داری توپراک؟ البته بفرمایید. ما بسیار معذرت میخوایم. امروز نباید پیشتان میامدم. بعدن که فکر کردم بسیار پشیمان شدم. اما وقتی وکیل گفت منصرف شدم باز کاملا مرخطا شدم. اگه دیگه تو بگویی خفه میشم. تو کار بسیار خوبی کردی. او مشکلم دیگه حل شد. ما کارای لازم انجام دادم. با تو یک وکیل نو گرفتم. با پدرتم گپ زدم. دیگه صادق مزاحمت نمیشه. شما مرا واقعا از یک تشویش بزرگ نجات دادین. بسیار تشکر. من نیکیتان چطور جبران کنم؟ ای قسم گپ نزن توپراک. ما ای کارا به خوشی انجام میدم. تو هم در مدت بیکار نشیشتی. سلطان خاله برم گفت میخوای قد و اندام بگیری. گفتن ای گپا خوب نیست اما ما خواستم که لباستان تنگ یا کلان نیاید. خب هر چیز لازم است انجام بده. اگه میفهمیدم که میایین باز متر پیدا میکردم. به هر صورت بهتر است که شما دور بخورین. با دستایم اندازه میگیرم. درست است. حالا دور خورده میتونین. فکر کنم خلاص شد. من همیشه بافتن جاکت شروع میکنم. زنده باشی. ما با تو یک تحفه روان کرده بودم اما تحفه ما پس فرستادی. چرا قبول نکردی؟ شما خود گفتین که یوسف آمده، پس او کجاست؟ با هر صورت وقت خوش بعدن میبینیم. بیا اینجا بشی بیا. بسیار وقت میشه که با یکی دیگه مثل پدر و بچه یک جای شیشته گپ نزدیم. راست میگن پدر. گفتیم قهوه بیارن که با هم بنوشیم. بفرمایین پدر. خب خواستم که با هم کمی درد دل کنیم، فقط همین. بفرمایین. زنده باشی دخترم. نوش جانتان آقا. زنده باشی پنار. نوش جانتان یوسف خان. سلطان خواهر گفت هر وقتی که خواسته باشین به غذا خوردن آمدن میکنه. درست است دخترم. خب پدر. ای که به طول از اینجا رفته واقعیت هست؟ نه که از ما کدام خطایی دیده؟ نه پدر ای چی گپ است؟ با خاطر رفت که لازم بود بره. پس تو امیره میخواستی؟ حتما قلبت میخواست که ما نیو دختر نشدی، در حالی که او به خاطر بودن اینجا خوش معلوم میشد. بسیار ناوقت شده پدر. او موضوع را سالها پیش بسته کرده بودم. برگشتن به گذشته به سود هر دوی ما نبود. واقعا همین دلیلش از بچیم. او عشقت خاموش شده یا که کدام عشق نود قلبت خانه کرده؟
آستین 4 گردن 3. دختر تو با خودت چی میگی؟ صبر کو پنهان از پیشم گدوت تو چی میگی دختر؟ و کمرشم 5 بود. خاله میشه که به من کاغذ بدین این اندازه رو نشته میکنم. مرا بده یوسف خان میشه؟ خب اندازه کمر 5. متر پیدا نکردم خاله با دستم اندازه گرفتم. آفرین به تو دختر. زنده باشی خاله جان. فکر کنم ریزی که دور خورده خانم هوا. تو ناز کده برای خانم امور شکار میکنه. پدر من نمیخوایم امیدایتان از بین ببرم. همه قصه میگن بچیم، اما گوش کن. هر قلب با خود یک روز یک عشق پیدا میکنه. ایره خودت خوبتر میفهمی بچیم. نه خیر پدر، من حال ازدواج کردن نمیتونم. یعنی میخوای تمام عمرت به تنهایی سپری شوه؟ پدر یک دفعه اطرافتان ببینین، آدم های زیادی هستن، کلشان به شأن و شوکت و پول و دارایی خانجی اغلوها چشم دوختن. حالا ما با این وضعیت همراه کی عروسی کنم؟ میفهمین که اولین شرط ازدواج اعتماد است. ما به کی اعتماد کنم؟ پدر، تا وقتی که خواستم یک شخص پیدا نکنم مجبور هستم تنها زندگی کنم. فهمیدم بچیم، فهمیدم. ما دستای ما میشویم میایم. درست است. ای پدر بچه، شما هیچ گشنه نشدین؟ با خدا شکم من خود سر صدا پس میایم مادر. بچه یک دانه ما. حسن و محمد کجاستن؟ محمد به شهر نو رفته. حسن هم هنوز خانه نامده. آل تو ای گپا را بان. امرای بچه ما گپ زدی؟ او دختر کی است؟ در زندگیش کدام کس هست؟ چشمایت روشن خانم حمیده. در قلب بچهت هیچ کسی جای نداره. چشمایم روشن. ای چی طرز گپ زدن است یلماز خان؟ من میخوایم به خانه یک عروس مقبول و مناسب بیارم، اما تو میگی چشمایت روشن، در قلب او کسی نیست. بس تو باید زیادتر از این منتظر باشی خانم حمیده، به خاطر که بچه هنوز تصمیم ازدواج نداره. خوب است. پدر جان؟ شب بخیر دخترم. شب شما بخیر پدر جان. برو پیش دخترم. با خدا کاملا مثل حلوا شده. آقا حسن؟ شب بخیر سلطانه. تو با ما کم میوه همراه نوشیدنی آماده کو. کسی خبر نشه. با شما چی کردین آقا حسن؟ آدم نباید قدر بنوشه. ای وضعیت طبیبی. حالا زود شو، آماده کو، با اتاقم روان کو. اگه یلماز خان ببینه گفته بود اگه کسی بنوشه جاش در خانه نیست. کل ما را به خاطر این کار قسم داده بود. اینقدر زود فراموش کردین؟ باندگه سلطانه، تو میوه زود آماده کو، با اتاقم روان کو. خواهر اینا را باز چی شده خواهر؟ فکر کنم زیاد نوشیده. میگفت که من دیگه هیچ وقت نمی نوشم. تو آدم ها سرگپ خود استاد نمی باشن. تو چه قصاد هستی؟ امروز یک گپ میگن فردا دیگه گپه. فقط میخوان رام شما را از بین ببرن. این بچه بخی دیوانه شده. تمام روز حتی یک لقمه نانم نخورده. نمیفهمم چی بگویم برش. امین عاشق شده مادر. همراهش گپ زدم. گفت که دختر در استانبول است. حواسای جوانی از تر میشه. خود دیگه ما میرم بخوابم. شب بخیر پدر. حالا دختره. مادر من اینا رو میبرم. نه من خودم میبرم.
یوسف خان صبح بخیر. صبح بخیر. با قدم زدن بیرون آمدی؟ بسیار میخواستم اما حالا پیش یک دوستم میرم، پای شکسته برادتش میرم، به قدم زدن نامدیم. شفا باشه. بسیار تشکر. و شما هم روز خوش میخوایم. زنده باشی. فکر میکنی دایی خانه برای همیشه آمده؟ فکر نکنم. معلوم نیست دایی صبح وقت باز کجا گم شده. قدم زدن رفته، حالا چرا گپن حقلان میکنی خانم؟ به خاطر چی باید قدم بزنه؟ تا حالا دیده بودی که برای قدم زدن بره؟ به نظر من اخلاقش بخی تغییر کرده. رمزی، این بچه تمام شب نخوابیده؟ ببین ده همون جایی است که دیشب بود. فکر کنم بچه بیچاره تمام شب 6 درس خوانده. صبح خیر. برای کی است؟ با یوسف خان. روز بخیر. روز بخیر. پنار، جمیله، یک دفعه اینجا بیاین. آمدم خانم. توبرک، خوب شد که اینجا خواستیم. چطور هستی؟ مادرم چطور است؟ خوب هستیم، تشویش نکن. ایره بیبی آمده که هوای تازه بگیره. چقدر خوشش آمده. توبرک دی چند روز کلان شده. چی شده خواهر جان؟ خواهر، یوسف خان چی توفه برای من روان کرده بود؟ تو چرا پس برش روان کردی؟ فکر کنم از این روز تا حالا بسیار پشندق شدی ها؟ برادر اگه از خواب بیدارتان کردم میبخشین. من فقط خواستم که یک دفعه بایدتان بیارم، به خاطر که کمی نارام هستم. درست است بیادر، تو هم چقدر شل هستی؟ بیادر با هم دیگه باید روبرو گپ بزنیم. درست است، با زور به دفتر بیا. کاش که چوری را برات میدادم توبرک. چی میفهمیدم؟ فکر کردم قبول نمی کنی. او وقت درد تازه بود، نمیخواستم که جگر خونت کنم. بعدن یادم رفت که برات بگویم. بسیار تعجب کردم وقتی او چوری را دیدم. هرچی باشه او خاله مادر درست نمیشناختیم. ترسیدم کسی فکر بد نکنه، پس روانش کردم. حالا سرم قهر شدی. نه خواهر جان، من قهر نشدم. بیازو خودم هم قبول نمیکردم. وقتی یوسف خانی گپا گفت باز تعجب کردم. بعد از اینقدر وقت چطور این گپ به یادش آمد؟ دیروز گپ توفه شد، او هم این موضوع را گفت. ما با او جاکت میبافم به عنوان توفه. دیروز قد اندامش هم میگرفتم، اما وقتی را گفت. این توفه به خاطر چی است خواهر جان؟ او با ما بسیار خوبی کرده. وقت صادق مرا میزد از ما حمایت کرد. امروی پدرم هم گپ زد، برام وکیل نو پیدا کرد. ما میخواستم از این کارش تشکر کنم. فهمیدم. چی گپا جونید؟ چی باشه بچهش؟ مقصد روز خدا تیر میکنم. یاسین چرا اینجا نوردی؟ بیادر هیچ جایی نمونده که نپولیده باشم. او به قیصری رفته. نیک از دستتان فرار کرده؟ نه جونید بیادر، او هنوز خواب است، از هیچ چیز خبر نداره. امروز قرار است پس بیایه. همین که آمد گرفته اینجا میارمش. دلت جمع باشه. فکر ماست. عادل، اگر لازم شد باید تمام منطقه را بپالی. او را باید تسلیم مکنی. تشویش نکو، با من اعتماد کو. میفهمی که ما چرا اینجا آمدیم؟ اونا میره که تو به هوا روان کرده بودی. ما او را دیروز برش دادم. کاش که نمیدادی. میخواستم وقت خودم از این زندان لعنتی آزاد میشدم باز برش میدادم. جونید بدر، مرا به گپ زدن میمونی که گپ بزنم یا نه؟ او دختر از خانه خانجی اغلو برآمده رفته، حال در خانه خودشون است. وای 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 وای، به این میگن خبر خوش. اگر به چیزی ضرورت داشتی برام زنگ بزن خواهر. درست است. تو متوجه خود باش. با مادرم شونم سلام بگو. میگم جانم.
مرد کوچک متوجه خواهرم باشی، درست است؟ شرکت خانجیوغلو. سلام، روزتان بخیر. من هوا کاراگل هستم. یوسف خانجیوغلو بعد از ظهر وقت دارن؟ با خدا لیز بسیار با سرعت کار کردین بچیم. میفهمی که چی فکر میکنم یوسف؟ تو یک مرکز سبزیجات جور کنیم که در کشور منطقه باقی نمانده که محصول ما اونجا نرسه. حالا که کار شروع کردیم باید به بهترین شکلش انجام بدیم بچیم. ما هم همین قسم فکر میکنم. حتی به فکر پروژه مختلف دگام هستم. فرصت نشد امرای محمد گپ بزنم. او به خاطر اینکه شهردار شوه کار باره فراموش کرده. بسیار زحمت میکشه. اما این کار به تنهایی هیچ وقت انجام داده نمیتونه. باید فکر خودت از سر خود بگیر، اما بی توجه است. من خو حالا چیزو نمیگم پدر. هر کار دلش میخواد انجام بده. وقتی که دویده پیشم اومد باز گپ میزنم. منظورت چیز بچیم؟ پدر، ما یک تحقیق انجام دادم. یک فروشگاه بسیار کلان ضرورت است. مثل این فروشگاهی که محمد تصورش میکنه و تو نیست. اما ما با فروشگاهی ضرورت داریم که قیمت مناسب داشته باشه. نه خوب است، یک قسم دان محمدم بسته خود شد. همونطور است. اگه دیدیم کارا خوب پیش میره باز هم رای دیگه فروشگاه معامله میکنیم. یک قسمی محمدم راضی میشه ما. این فکرت عالی است. بله سیویل. یوسف خان میخواستم بپرسم بعد از ظهر وقت دارین؟ بیرون میرم. چرا پرسیدی؟ گفتم اگه وقت داشته باشین خانم هوا میخواستن شما را ببینن. خب درست است، بگو که بیایه. یوسف، اگه یک فهرست از تمام محصولاتی که به دست ما میایه برام بهتی بسیار خوب میشه. میخوایم یک دفعه کلش بررسی کنم. البته. بفرمایین پدر. تو هم بیرون میری؟ نه، چند دقیقه دیگه می باشم. فهرست یک بار ببینین باز گپ میزنیم. باید بررسیش کنم. خود دیگه وقت خوش. زنده باشین پدر. وای خدایا، وای وای. خسته نباشی خیاج نه. یاز نه. خیرت باشه. فکر میکردم قهر هستیم. قهر چی خیاج نه. اگه با هم جور بیایی میگه با دیگه هیچ معنی نمیده. با خاطر که هدف هر ما یکی با آن دیگه یاز نه جان. گفتم شاید دیگه نخواهی تا روی یکی دیگه خدا ببینیم، اما میبینم که اشتباه کردیم. بیا بشی که قهوه بنوشیم. حالا هوا تو آمدی دختره؟ بله آمدم مادر. خوب است، اینجا بیا. با خودم گفتم این دختر چی شد. عمرت دراز است دختره. مادرم چه چیزا که نمیگه. توبه توبه توبه. خوشبویی قوی تمام خانه را گرفته. اما میره به شما می آوردم خانم. زنده باشی. باش که یک گپ اعتراف کنم. هیچ کس بندازی تو قوی مزدار آمده کده نمیتونه. نوش جانتان خانم حمیده. سلطانه، از تو یک گپ میپرسم. در این روزا به یوسف خان کدام نامه خو نامده؟ چرا ایره پرسیدین خانم؟ قرار است که جواب نتایج آزمایش DNA بیایه. اگه می آمده حتما می دیدم. انشالله که هیچ وقت نبیایه. قلب من خو پاره پاره میشه. به هر صورت از قوی تشکر. همون آیره که دست دارین توضیح کنین. دگاش بخیر براتان میرسه. خداحافظ. بله؟ پیش از برآمدن خواستم اول بگیرم. به شرکت رسیدی؟ در شرکت هستم. بیا که ببینم مشکلت چی است. به نظر ما با دادن جواب رد اشتباه کردن. مردا تا این اندازه ناز بردار نمی باشن.
یعنی توی رو نمیفهمی؟ من هوا را خوب میشناسم. مام یوسف خوب میشناسم یاسنا جان. وقتی که چیزی را بخواه به دست نیاره دیگه پشت نمیگیره. اول دخترت خانم هوا بخواسته خودش به اشاره انگشتای من میرقصید، اما حال خودش سازه به دست خود گرفته. باز به گپای مام هیچ گوش نمیکنه. ببینم که آخرش چی میشه. گوش کن، اگه بخوای تو براکه در این موضوع داخل بزازی باز خفه من میشم. خوبیشو نمیخوایم. من این گپا را نمیفهمم. نمیخوایم که دخترین بجان هم دیگه درست از دیگه. فراموش نکن بیادر به چاقو میزنه، اما دوباره همدیگه را داغوش میگیرن. اونا خب به خاطر یک مرد دشمن همدیگه نمیشن. اما اگه خانم هوا بخواه که به این آزای خود ادامه بده کل چیز از دست خواهد داد. گفته باشم باز وقت اگه پشت دروازه ما بیایی یازنا جان، ای گپایت به یادت خواهد آوردم. میمانی دیگه همه قدر بس است. من از خود کار بار دارم. نه که رفته بودین استراحت کنین. در اینجا استاد شده خشک شدم. چی شد توپراک چی گفت؟ چه بگویه دیگه؟ بگویه حالا که شوهرم قسم میخوایم مخالفت نمیکنم، میرم مریضیم و پس میگیرم. حالا در این وضعیت که هستم شما هم دلتان خالی کنین. اصلا گپ نزن، صدای نکش. در گودال ما را انداخته، کار بیرون شدن محال است. پدر من گودال مودال نمیشناسم. اگه کار نشه با زمین فراموش کنین. لا حول ولا. یوسف خان، خانم هوا آمدن. درست از داخل روانش کن. ایره ماندن و رفتن. اینجا بانمش؟ درست است بان. ای را به خاطر تمرین اسب سواری پیش خود نگاه کرده بودم. فکر کنم دیگه وقت ندارین. از این خاطر پس براتان آوردم. حالا به مزرعه میرم. تمرین ما 1 ساعت بعد شروع میشه. یوسف خان، میبخشین دوباره پس میاین؟ کارم طول میکشه، معلوم نیست. برات خبر میدم. درست است. گپ بزن وکیل، چقدر پول میخوایی؟ نفهمیدم. این موضوع را ما بین خود حل میکنیم. کافی است که ما را از خانمم جدا نسازیم. ما دیگه وکیل خانم توپراک نیستم آقا. او قضیه را از ما گرفتن. پس وکیل نه او کی است؟ وکیل شرکت خانجی اغلو. یعنی چی؟ یوسف خان به خاطر طلاق شما وکیل خود به خانم توپراک گرفته. پس کار یوسف خان است ها؟ خوش آمدی یاسین. بیبی از برکت در کجاستم؟ انسانیت تو همی بود؟ اینقدر نمکرامی کردی؟ چطور ای کار تانستی؟
پس بگو کار کی است؟ بیادر مرا ببخش. با خدا قسم نمیفهمیدم که قسم خواهد شد. گناه من نیست. ما تحت همه رستم. پس برام بگو کی کار کرده؟ کی برات دستور داده؟ خیریت باشه علی، کدام مشکل داری چطور؟ نه خدا را شکر، موضوع در رابطه به خودم نیست بیادر. پس در مورد کی است؟ در مورد یوسف خان. خدایا خودت بگو چی کنم؟ دیگه خانه کلگی در غم خود هستن. از دیشب تا حالا 40 دفعه گفتیم که اینا را بیرون ببرین اما کیست که بشنوه؟ از بوش کم است که دیوانه شوم. توبه. امین تو اینجا چی میکنی بچم؟ پس شوین مادر. ای چه وضعیت از بچم؟ من منور یک چیز میتم. تو از زندگیت سیر آمدی قندم؟ اگه کسی تو را ببینه میفهمی باز چی میشه؟ بچم پس پیش خالت برو. مادر گفتم پس شوین. درست است، من آمره به منور میتم. قربانت شم بچم، تو از اینجا برو هر دیگه. نمیخوایم. من خودم برش میتم. سر شما دیگه اعتماد ندارم. ای قسم نگو. قسم میخورم که برش میتم. اما پیش از اینکه مرا از کار اخراج کنن از اینجا برو بچم. همیاله برش میتین درست است؟ درست است، همیاله برش میتم. حالا بچم تو برو حالا. وقت داری منور؟ بله وقت دارم خاله. چطور هستی؟ خوب هستم، فقط کمی خسته هستم. چی گپ است؟ تو هم دیگه از من خوشت نمیایم، میفهمم. تشویش نکوی داده از اتاقت میرم. ایرم این بره داد. اصرار نکنین بیادر، گفتن نمیتونم. واقعا درست از چیز نگو، ولی باید من برات یک چیز بگویم. خوب میفهمی که چی کدام میتونم. حال تصمیم به دست خودت است. کی برات دستور داده بودی کار کنی؟ قربانتان شامی کار نکنین. پس دانتا باز کو. تو از کی دستور گرفتی احمق؟ سلام بیادر، چطور هستی؟ خوب هستم یوسف بچه. ما از پارس علمه کردم. بچه محمود عسکری کردن بردن. حالا باید به جای او کسی دیگر را پیدا کنی. محمود تازه ازدواج کرده بود نه؟ بله 2 ماه میشد. حالا برش عسکری سخت تمام میشه. وقتی انسان انتظار بکشه باز زمان به سختی تیر میشه. دفتم کجا رفت؟ او دختر یک بازی را برا انداخته. مقصدش خو ما نمیفهمیم. سر و کل ما رو شخندی میکنه.
و بدتر از این که یوسف خان سرش باور کرده از او حمایت میکنه. او سر عامر صاحب سر ما فشار میاره. حالا ما چی کار کنم؟ ای گپا با یوسف خان چی تو بگویم؟ نه تو برش چیزی نمیگی. ما دربارش فکر میکنم، باز به تو خبر میتم. شما که قسم میگین پس درست است. اولین باره که دستم گرفتی خوب به یادم است. لحظه به لحظه و روزه به یاد دارم. اون شور و شوقی که داشتم، اون نگاه های معصومانه تره، اولین ملاقات ما را، هیجان ما را، تپش قلب ما را که برات گفته بودم ما یک دختر کوچک هستم. این قسم نگو، عشق ناممکن است. دستم گرفتی، گفتی چشمایت بسته کو. دو وقت بجز تو کسی دیگه را نمیدید. گفتی هرگز دستم اعلان نکو. و گفتی ناممکن ممکن میسازم. وقت به یاد گپایت می افتادم، جرأت و شجاعتم وجود ما پر میکرد. خواستم در کنار تو برای همیشه ترس کنار بانم. خواستم با یک دنیا امید دستایت بگیرم. چشمای ما به چشمای دوختم. چشمای زیبای تو تنها چیزی بود که به قلبم قوت میداد. حالا امرای خود میگم که کاش که دختر کوچک هیچ کس را دوست نمی داشت. یک تکت به استانبول میخوایم. بفرمایید. کسی را میپالی هوا؟ نه، میخواستم ببینم که شما آمدین یا نه. آمدیم. چرا پیشم نامدی؟ اما ما میفهمم. این قسم بازی کردن خوشت میاد؟ نفهمیدم. با نظر ما فهمیدی. بیبی دیگر راه فرارم باقی نمانده. فراری چی یوسف خان؟ شما چی میگین؟ تو واقعا میخوایی چی کنی؟ من نمیخوایم کاری کنم. شما مرا خواستین، ما آمدم. بله ما خواستمت، اما ایره خودت خواستی. هدفت چی است؟ تو میخوایی مرا از پشتت بدوانی؟ ما واقعا چیزی را نفهمیدم. ما تو را شناختم، اما تو مرا. با آخرین دفعه برات میگم، یا ای که برام واقعیت میگی یا ای که از ما گله نکنی. یاسین فهمیدی؟ درست است. میگم اما شما از من نشنیدین. با گپایت گوش میکنم. رمزی دیوانه برام گفت که گزارش بدم. رمزی دیگه کی است؟ رمزی دیوانه را میگم، پدر معشوقیت. امروز ما بالای کاراکا سوار میشم. درسته سر قسمی که خواسته باشی. حالا دخترم. زنده باشی محمود. سلام. متوجه باش دخترم، تو هیچ وقت اسب سواری نکردی. با خوی عادت اسبا بلد نیستی. خدا نخواسته خدا آگار نکنی. تشویش نکنین کاکا جان. شروع میکنه، مرا تعقیب کن. بریم. آمین بچیم. کاکا خیرت باشه بچیم. ما دیگه میرم.
من از این گپ خبر داشتم. وقتی که خالد گفت لباس های جمع کردی باز فهمیدم که میخوایی بری. یک چند دقیقه صبر که با هم گپ بزنیم. کاکا چیز به گفتن باقی نمانده، بانین که برام. بچه مسافرین استانبول، حالا عجله کنین. بچه میخوایم درباره یک موضوع مهم امروز گپ بزنم. کاکا لطفاً مانی رفتنم نشین، دیگه هیچ چیز نمانده که من اینجا باشم. با عجله تصمیم نگی، بگه پایین گوش کن. تو به خاطر اینجا را ترک میکنی که منوره با وکیل میتن، راست میگم نه؟ من میتونم که نامزادی را فسخ بسازم، تو تشویش نکن. یعنی چطور؟ در مورد وکیل تو گپا شنیدیم که خانجی اغلا بشنون باز هیچ وقت دختر یک دانشانه به او نخواد دادن. تو هم هیچ تشویش نکن، به خاطره که به مشوقت میرسی. کاکا شما راست میگین؟ قبلا اینجا نامده بودم. اینجا بسیار مقبول است. بله بسیار مقبول است. هوا تلفنت جواب بده. آرام باش، کمی راحت شو، باز زنگ بزن بیادر. جواب میدادی مهم نباشه. مهم نبود، یک نفر اشتباه کرده بود. ادامه بتیم. درست است. حالا دیگه شما مطمئن هستین در این مورد درست تحقیق کردین؟ بچه تو یک دفعه مرا ببی آدمی به سن ما اشتباه میکنه، سر ما اعتماد داشته باش بچم. بعد از چند وقت خندره در لبای دیدم. زندگی من نجات دادین کاکا، زنده باشی. خب بکسته بگی که بریم خانه. شما برین کاکا، من کم قدم میزنم باز میایم. مرا خب فریب نمیتی نه؟ نه خیر کاکا، این کار امکان نداره. به هر صورت من مواظب گپایم هستم که کدام مشکله برات پیش نبیایه بچم. با امید دیدار. تو متوجه اوضاع باش، ما کم تحقیق کرده باز برات خبر میتم. درست است، هر قسمی که خودت خواسته باشی. خداحافظ. خداحافظ بیادر. مراد، یوسف در اتاقش است؟ نه خیر آقا محمد. پس کجاست؟ به مزرعه رفتن. دی وقت؟ و هم دی روز رسمی میمون داره چطور؟ همراه خانم هوا از سواری میکنن. درست زنده باشی. محمد ما دیگه میرم بچیم. بیا پدر جان، بیا که برات بعضی گفتنی ها دارم. چی گپ شده؟ حالا که ما مصروف کارهای انتخابات هستیم یوسف خانم بیکار نشیشته. مقصد چیز بچیم؟ هنوز دقیق نمیفهمم پدر، اما با زودی خاطفا میدم. بیا بشی. پنار بفرمایین خانم. تا فردا باید تمام پرده شسته شود. شیشارام باید پاک کنین. به سلطانم بگو که حلوا آماده کنه. درست است خانم. به الماس خان بگو که من منتظرش هستم. خانم امیده. امین؟ تو ده اینجا چی میکنی؟ همراهتون گپ میزنم. دیگه چیزی به گفتن نمونده بچیم. من به تو تمام گپای ما گفتم، اما میبینم که از یک گوشت در آمده از گوشت دیگه میبرایه. خانم حمیده لطفاً این موضوع را ساده نگیرین، بسیار مهم است. امین از ما دور باش، از اینجا و از این خانه، از منور، از ما دور باش. اگه نه ایچ برات خوب نخواد بود. یلماس خان حالا دیگه برو، در موتر منتظرت هستم.
آمدم خانم آمدم. تکار آوردم خانم. به اینجا بیا. وقتی که آمدم بازم روی تو هم تصفیه حساب خواد کردم سلطانه. نیکی کدام اتفاق افتیده؟ تو خو میگفتی که امین رفته؟ او رفته خانم. باور کنین که او رفته خانم. خانم حمیده برای میگی که عجله باز خودت وقت ضایع میکنی؟ آمدم یولماز خان آمدم. تا کره برم بتی سلطانه. باز که آمدم هم رید گپ میزنم. از چیزایی که گفتی هیچ کدامش نفهمیدم. نیکو دختر کدام نیت داره چرا پشت یوسف گرفته؟ به خدا ما هم نمیفهمم پدر جان. اما با همین زودی خواهد فهمیدیم. بچیم چی کار داری دقیقش نشو؟ چطور دقیقش نباشم پدر؟ از طرف دیگه قضیه یوسف است. او دختر یوسف خانه ما را کاملا فریب داده. حالم رفتن اسب سواری میکنن. دمی وقت؟ بله دمی وقت. اگه با یوسفی موضوع عاشقیش از کارش کده مهم باشه باز کار به ما میمانه. داینده با درد ما میخوره. خب درست است اما چطور خود فهمیدیم؟ او رو دیگه با بچه‌ت بان پدر جان. خیرت باشه خانم چی گپ شده؟ چیزی مهم نیست جانم. آی برم هیچ فکر نمانده. از صبح تا به حال میخوایم برد یک گپ بگویم اما زیادم میره. امروز صبح مادر اویگار زنگ زده بود. خب یکی از دوستاشان در وطن مریض است. او باید عملیات شوه. برم گفت که اگه امکان داشته باشه نامزدی را هر چی زودتر کنیم. اما برای چیز نگفتم. خواستم اول از تو بپرسم نظر تو در این مورد چی است؟ به نظر من در کار خیر باید عجله کنی. خوب درست است. آخر هفته مراسم نامزدی را میگیریم. گفتی آخر هفته؟ تو چی گفته میری خانم؟ منظوری می نبود که آخر هفته مراسم بگیریم. فقط که از دختر یک دانه خود سیر شده باشیم. ها خانم ما از خود نام و نشان داریم این قسم نمیشه. از برای خدا یولماز خان فکر میکنم تو سر ما اعتماد نداری. ما این مراسم به شان شوکت برگزار میکنم تو تشویش نکن. بعضی کارا به زودی انجام داده نمیشن خانم حمیده. اگر دعوتنامه را آماده کرده توزیع کنیم حداقل در روز در بر خود گرفت. نمیفهم تو چطور تا آخر هفته ای کارا را خلاص میکنی؟ یولماز خان ای اول سایت دیگه با عروسی بون. بیبی اونا مشکلات خود با ما گفتن من میفهمم چه قسم حل کنم. اگه جواب رد بده مای بس. هر کاری که دلت است انجام بده خانم حمیده. چی برات بگویم دیگه؟ درست است. بسیار از آرام است. وقتی امرش هستم راحت می باشم. راستش قدرام آرام نیست. هرچی باشه او چه کاراکاز است. واقعا راست میگین؟ من ایره بسیار خوش دارم. ای آمد من از من خوشش آمده. نامش چی است؟ کارامل. کارامل. اما اگه خوشت ناماده باشه تبدیل کده میتونیش. نفهمیدم. مقصد می بود که اگه نامش خوشت ناماده تبدیلش کن. حالا که از یک دیگه خوشتان آمده ما در بینتان مداخله نمی کنم. من واقعا نفهمیدم که شما چی میخواین بگوین. او دیگه اسب خودت است. یعنی میخواین اسبتان به من تحفه بدین؟ حالا دیگه جانم بیا بریم. چه یک بوی خوبه داره. نوش جان. فکر کنم این دختر امروز میخواید تمام شهر قدم بزنه. او کجاست؟ خیرت باشه سلطانه. تو در مورد کی میپرسی؟ امینه میپرسم خواهر. گفت ابدم از خانه بیرون نمانش. من نمیفهمم که شما چرا به گپتان عمل نمیکنید؟ ما خود استپای او را بسته کردن نمیتونیم خواهر جان. باز تا چی وقت او پنهان شوه؟ من میرم نمک بیارم. آرام باش خیاش نه کل چیز تحت نظر است. بله تحت نظر است. خانم امیده او را دیده. هر چیز که دانش برآمد برم گفت. آی بچه بیادب به من گفت که کمی قدم میزنم. نه که تو هم دی کار دست داری. آفرین نیاز نجان. تو چی میگی خیاش نه؟ اگه من مانع نمیشدم بچه تا حال در استانبول میبود.
چی؟ صبح وقت تمام لباساش جمع کرده بود و به ایستگاه رفته بود و بسیار مشکل تانستم خدا برش برسانم. هرچی گفتم قبول نکرد، اصرار میکرد که از اینجا میرم. باز ما مجبور شدم که دهان خدا باز کنم. خدا ازت راضی باشه. اما او چرا به خانه یوسف خان آمده بود؟ به خاطر که ما نشده بتانم. در مورد وکیل هرچی که میفهمیدم برش گفتم. او هم رفته که به خانم حمیده تمام گپا را بگویه. بچه بی عقل ما کمیام عقل نداره که از عقل خود استفاده کنه. یازنه جان، تو هم یک گپ در دل خود نگاه کرده نمیتونی ها؟ او نباید از این گپ خبر میشد. با تو خوبی به درد نمیخوره خیاش نه. اگه نمیگفتم با حال بچه ده اینجا نمی بود. توبه. حالا تو از ما شدی؟ اسب مقبولیم. از این به بعد با هم خوشخواد بودیم. بعدم میکنم که از تو خوب مواظبت میکنم. درست است؟ نامش تبدیل کردی؟ نه، همین نام کارامل برش بسیار میزیبه. یوسف خان بسیار زیاد تشکر. از طفلیت آرزو داشتم که یک اسب داشته باشم. یوسف او بعد از این دیگه برم یوسف بگو. درست است؟ درست است. خب دیگه بیا که بریم. ما دیگه میرم. پیش رویت خوبی. ما تو را بعد رقم میکنم خیاش نه. بلی از خدا یازنه جان، ای بچه رو پیدا که و مراقبش باش. من به خانم حمیده میگم که نه استانبول آمده و از این چیز خبر نداره. برش بگو تلفن ما جواب بده. کس از مادرش قرار نمی باشه. درست است خیاش نه. ما امروز گپ میزنم. دیگه در پیش او بچه در مورد وکیل گپ نزنی. یازنه جان، تو اگه با ما پیش از وقت انفجار بتی او باز فقط به خودت ضرر میرسانه. راستی خانم هوا کجاست هیچ معلوم نمیشه. با دیدن یوسف خان رفته. خوب است. وقت آمد برش بگو که برم زنگ بزنه. پنار، جمیله، شما کجا هستین دخترا؟ خواهر در بالا هستیم. شیشه را پاک میکنیم. درست به کاراتون ادامه بتین. من آشپزخانه هستم. نه خیری اتو شده نمیتونه. سلطانه خاله. سلطانه خاله جان قند، خسته نباشه. اوه محمد جان دوستی، زیاد وقت میشد باش پس خانه سر نزده بودی. خیرت باشه. یارا ما اینجا آمده نمیتونم. سلطانه خواهر، من فراموش کردم که برات بگویم خانم حمیده وقتی که میرفت گفت که شما باید حلوا آماده کنید. گوش نستی یگان چیز برات آماده کنم؟ نه خیر، چیز اشتیا ندارم. یک چیز ازت میپرسیدم. شما یه خواهرزاده دارن نه؟ من 2 خواهرزاده دارم. کدامش میگی؟ مقصدم هوا است. خوب او را چی شده محمد؟ با خانه خود برگشتم قسم شنیدم. بایدم برمیگشت. او به کار ضرورت نداره؟ راستش یک دوست ما به سکرتر ضرورت داره. او هم از مکتب فارغ شده نه؟ بله فارغ شده. خوب است. تجربه کاری داره؟ یک وقت دانونوس کار کرده. ده کارهای دفتر کمی خوب است، یعنی که بلد است. خوب است. یک قسم سایل نکو خاله. فقط میخوایم به کسی خیرم برسه. خب دیگه ما میرم. احمق لوده ای میخواه که خیرش به کسی برسه. فکر نکنم خیرت به کسی برسه. بشنوین خواهر، یک دفعه ای آقا عاشق هوا نشده باشه. دیوانگی نکن دختر، تو متوجه کار خود باش. دان تبسته کن.
تمام آهنگاش خوبش خوانده. آدم هر قدر بشنوه خسته نمیشه. خب بگه پیش تو باشه. تشکر، اما قبول کردن نمیتونم. اگر اینو بگیرم باز شما، یعنی تو شنیدن نمیتونی. برام مهم نیست. پیش تو باشه، تو بشنو. بسیار تشکر. خواهش میکنم. حالا دیگه سلطانه، حالا ترس هیچ وقت مانع مرگ شده نمیتونه.